سلام بچه‌ها، اومدیم درباره جوایز خفن پابجی که بیشتر آدم ازش خبر ندارن و نمیدونن چجوری باید جلو ببریم. وقتی بیایید تو پروفایل اینجا یه چیز جدید اضافه شده، دقیقا همینجا ببینید. دوباره نشون میدم، اینجا عدد اومده یه لول جدید 24. ما وقتی میزنیم روش ما رو میاره اینجا ولی ما باید کلیک کنیم تو لول، رو لول کلیک میکنیم. الان همینطور که میبینید من تا لول 24 رفتم. 2400 تا یوسی، مینی متریال، متیک فورج، کلاسیک کارت، دنس، جم متیک فورج شکسته، جی کلی میده با پروفایل و خیلی چیزه دیگه. حالا چجوری ما باید اینو جلو ببریم؟ بستگی داره چقدر لباس داشته باشید و چقدر لباس بگیرید. ببینید الان من مثلا 90 تا اپیک دارم. حالا لازم نیست من لباس باشه، لباس، تفنگ، کلاه، هلمت، نمیدونم ماسک، کفش. 39 تا هم لجند دارم. ببینید مثلا یه دونه متیک داشته باشید زیاد میبره جلو. التیمت داشته باشید خیلی، ببین بستگی داره کدوم بیشتر باشه. متیک باشه زیاد میبره، التیمیت باشه خیلی میبره، لجند حالا میبره جلو، اپیک هم باید خیلی زیاد باشه تا ببره. یعنی الان به خاطر اینکه شما اگه میخواید اینو ببرید جلو، مثلا تا جوایز نمیدونم 60 69 70 بگیرید، باید لباس یا تفنگ، هلمت، هرچی. بهترین روش هم برای میدونید چیه؟ یوسی بزنید یا جب کلاسیک وا کنید که بهتون لباس یا مثلا گانه اپیک و لجند بده. خب و یه چیز دیگه، اگه مثلا یه نمیدونم لباس متیک زماندار داد، این حساب نمیکنه، حتما باید همیشگی باشه. و اگه از یه لباس 2 تا داشته باشید اونم حساب نمیکنه. خدا نگهدار.